الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. باذن الله سبحانه و تعالی این بگویم حلقه های ردیه سوم، قسم سوم به مبشر مسلمیار است. امروز به یکی از شبهات دیگری این انسانی که عذر بالجهل میدهد ان شاء الله رد خواهیم زد و این شبهه رو بیان خواهیم کرد. ببینیم چی میگوید. بسم الله. در مورد مسلمانی که به تعبیر اقوال علما در این باب دو نوع هست، یعنی یکی از غلط فهمی های کلانه که متاسفانه یک عده بر اساس از او در غلط فهمی واقع شدن است که یکی تکفیر مطلق است، یکی تکفیر معین. مثلا وقتی یک نفر میگه که سجده به غیر الله کفر است، این تکفیر مطلق است. یا وقتی یک نفر میگه که اگر کسی مثلا از غیر الله کمک بخواه این شخص کافر میشه، این تکفیر مطلق است. تکفیر مطلق تا تکفیر معین بسیار تفاوت داره. یکی از غلط فهمی‌های بسیار کلان یک عده جوانان است که اقوال زیادی از علما را نقل میکنن و حتی اجماع را نقل میکنن برای اینکه فلانی عمل کفر است. این تکفیر مطلق است، ولی بابش اختلاف وجود نداره. اقوال علما در تکفیر مطلق تا تکفیر معین بسیار تفاوت داره و اساسی ترین نقطه ای که بعضی ها متاسفانه در این باب اسمشون خطا میشه همین نکته است. چند وقت پیش در مورد یک شخص معینی بعضی از دوستای از تاجیکستان از ما سوال کردن و من قبلا خودش در این با ما صحبت‌هایی کرده بود و من در اونجا متوجه چند نکته شدم. نکته اولی که او میگه یک نفری که مسلمان باشه و اسلامش آشکار باشه و جهلش هم ثابت باشه و جهلش هم شرعی معتبر هم باشه، بازم مورد شرک بدانه. این خلاف عقیده اهل سنت است. باز همین مسئله باعث شد که یک سلسله صحبت‌های در بین بارک الله فیکم. شما سخن این انسان را گوش کردید که میگوید بسیاری خطاهایی که در بین بسیار طالب علم ها و علما وجود دارد میگد و این منهج را در دیگر دوام سخن و در پیش سخنهایش گفته بود این منهج خوارج است یا که تکفیر ها غلات ها است. میگد تکفیر مطلق و تکفیر معین را جدا کرده نمیتوانند و مبشر مسلمیار همین عقیده دارد که هر یک سخن علما که در مسئله تکفیر مشرکین آمده است این مطلقاً، یعنی ما میگیم که کسی که سجده به غیر الله کند مشرک است، اما یک آدم معین رو مشرک نمیگیم. میگه ما میگیم که این یک شبهه مرجئه ها است. این یک شبهه مرجئه است. ما به این شبهه یک چند بار رد زدیم. به یکی از مدخلی های توجیک ابو مریم نظرت الله رد زدیم. به دیگر از مدخلی های توجیکی که در مصر بودند و بین ما مناقشه شد در همین مسئله رد زدیم. و این حجت بیاری فقط مرجئه ها و امروز در زمان ما این مدخلی ها این چیز رو بسیار پهن میکنند و یا کسایی که در همین باب عذر بالجهل مرجئه رو باب مرجئه رو اختیار کرده مرجئه هستند و این البته که از جهل به مذهب سلف است و این سخن را علمای اهل سنت و الجماعت در کتاب کشف شبهات میارند. به تمام علمای اهل سنت نظر بکنید. مثلا نظر بکنید به کشف شبهه‌ای که ابن محمد ابن عبدالوهاب نوشتند و دیگر علما شرح دادند. بمانند ابن باز شرح دادند، علی ابن خضیر یا که سخنهای علی ابن خضیر را نظر بکنید، یا که سلیمان العلوان را نظر بکنید، عبدالعزیز طرفی را نظر بکنید، ناصر الفهد را نظر بکنید. پیش از اینها علامه محمد ابن ابراهیم آل شیخ را مفتی دیار سعودی، لجنه الدائمه را نظر بکنید، علمای کبار را نظر بکنید. همه علما این سخن مبشر مسلمیار را شبهه مرجئه ها نامیدند. حتی حمود ابن اقلا شعیب میگن که از همه شبهه جاهلانه و از همه شبهه بی‌علمانه که مرجئه میبرد همین شبهه است و این سخن را کسی که میگوید میگن این دلالت به جهل همون انسان از مذهب سلف است. شیخ خالد المرز الغامدی هم در کتاب کشف شبهات ذکر کرده و بسیار علما ذکر کرده. علما میگن که این سخن را یگان نفر از سلف نگفته است. یگان نفر از سلف یگان بار نگفته است که ما وقتی که تکفیر عموم میکنیم این تکفیر فقط عموم به عموم دخل دارد به عین دخل ندارد. البته بیایید ما اول این مسئله رو به شما کمی واضح تر بکنیم. تکفیر نمودهای بینات زیاد دارد. نمودهای
زیاد دارد. یعنی نمودهای تکفیر رو اگر خواهید که بفهمید نمودهای زیاد دارد. من بسیار نمودهای این رو به شما ذکر بکنم، برای اینکه مسئله عادی نیست. شما فکر نکنید که مسئله عادی است و یک کلمه مباشر مسلمی رو گفت. مثلا تکفیر فعل است، تکفیر فاعل است، تکفیر مفعول است، تکفیر معین است و تکفیر عموم است و تکفیر مطلق است. و بین این تکفیر مباشر مسلمی فرق کرده نیستده است. تکفیر فعل دارد و تکفیر فعل رو تکفیر عموم میگوید و تکفیر عموم رو از تکفیر فعل جدا کرده نمیتواند. ما سخنهایش رو باز میفهمیم. تکفیر مرتد است و تکفیر کفر اصلی است. تکفیر مجمع علیه است و تکفیر مختلف فیه است. پنجم نمود تکفیر مثلا تکفیر کفر مشتبه است، مشتبه فی، و تکفیر کفر واضح الکفر ظاهر است. تکفیر کفر اصلی خیلی که گفتیم تکفیر کفر مرتد است. تکفیر اسم است و وصف است و تکفیر قتل است و قتال است و تعذیب است. ما تکفیر اسم میدیم. ما میگیم کسی که جهل از سبب جهل شرک رو کرد، ما میگیم که تکفیر اسم یعنی این نامش گرفته میشد، مشرک کفر گفته میشد، وصف شرک داده میشود. اما تکفیر قتل و تکفیر قتال و تکفیر تعذیب تا حجت نرسد نمیکنیم. این تکفیرها را نمیفهمیم. تکفیر دنیوی و حکمی است ظاهری، تکفیر اخروی و حقیقی باطنی است. ما در دنیا اینا میگیم که کسی که شرک اکبر کرد جاهل باشد هم در دنیا حکمش ظاهرا گرفته می شود. چخیلی که از عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت است که ما باید ظاهر نظر بکنیم. چخیلی که سنن مسند روایت میکنند کسی که ظاهرش دیدیم که شرک اکبر رو کرد مشرک است، کسی که نکرد و اسلام رو انجام داد عمل کرد دنیوی. اما اگر تکفیر حقیقی و اخروی باشد بعد از قیام حجت است. این 8 نمود تکفیر است که مباشر مسلمیان این 8 نمود تکفیر رو به هم دیگر آمیخته کرده نفهمیده شده است. تکفیری جهل این انسان‌ها، این مذاهب مرجئه در همین تکفیر اسم است و تکفیر قتل و قتال و تعذیب است. تکفیر اسم و تکفیر تعذیب رو فرق نمی‌گذارد. ابن القیم الجوزی در کتاب هجرتین میگن که در طبقه 17 میگن که البته تکفیر اسم و تکفیر معذب است. تکفیر اسم همین تکفیر است که یک انسان جاهلان هم شرک اکبر و کفر اکبر رو کرد، اسمش رو میگیرد. کسی که شرک رو کرد مشرک است، کفر رو کرد کفر است. اگر کفر اکبر و شرک اکبر باشد در مسائل ظاهر باشد. اما تکفیر معذب و تکفیر قتل و قتال این تکفیر بعد از قیام حجت است. یک کسی رو جهنمی گفتن بعد از حجت است. تکفیر دنیوی در این دنیا ما یک کسی رو وقتی تکفیر میکنیم به ظاهرش نظر میکنیم، ظاهرا کفر اکبر شرک اکبر رو کرد، تکفیر ظاهری این دنیا. اما تکفیر اخروی حقیقی باطنی که این حقیقتا جهنم میرود گفتن بعد از قیام حجت است. وقتی که حجت رسونید قبول نکرد بعد از این میگه که این اگر همین خیلی میمیره جهنمی است. اما در مسئله سخن مباشر مسلمیان که حضور گفت تکفیر فعل است، مثلا یک کس سجده کند به قبر این فعلش کفر است یا که یک عمل رو کفر است، این رو تکفیر فعل میگن. و کسی که این رو کرد تکفیر فاعل میگن. بله هر کسی که به فعل اکبر شرک اکبر فعل اکبر بگیم شرک اکبر یا کفر اکبر واقع شد، به شرک اکبر واقع شد، همون فعلی که انجام داد نام همین فعل به خودش می آید. سجده به غیر الله کرد پس کفر فعلی رو انجام داد و خودش رو کافر فاعل یعنی مشرک گفته می شود. و این چنین تکفیر معین و تکفیر عموم دارد. علما چه خیل میکردند؟ سبحان الله سخن مباشر مسلمیان بین تکفیر معین و تکفیر مطلق عموم و بین تکفیر فعل و فاعل آمیخته شده است. این سخن رو یعنی نازکیش رو نفهمیده است. بله سلف این امت جدا میکردند بین فعل و فاعل. میگفتند که هر فعلی که شرک اکبر کفر اکبر باشد فاعلش هم کفر است، اما هر فعلی که کفر اکبر شرک اکبر نباشد یا خفی باشد البته که عذر دارد فاعلش. یا تکفیر معین و تکفیر عموم در مسائلی که خفی هست به مانند شرک اکبر عموم میگه که کسی که مثلا خفی در شرک خفی میگه که کسی که همین کارو کند کافر است. اما یک آدم معین وقتی که میبیاید البته جهل عذر است در شرک خفی اگر جاهلی حقیقی شرعی باشد. اما در مسائلی که شرک است و کفر اکبر است، شرک اکبر و کفر اکبر است که معلوم من الدین بی ضرور است و این نفهمید اگر
توحید به وجود نمیاد، نفهمید مسلمان نمیشوید، ناممکن است مسلمان شدنتون. در این حالت وقتی که گفته میشد که کسی که شرک اکبر رو کرد مشرک است، وقتی که سلفی این اومد گفتند، این هم تکفیر عین رو در بر میگیرد، هم تکفیر عین رو در بر میگیرد. یعنی سخنهای سلفی این امت رو که تکفیر هم عموم و هم عین کرده اند، سبحان الله، نفهمیدن و فقط تکفیری بگویم مطلق است و تکفیر معین کردن فقط یک عالم میکند یا بعد از قیام حجت میشود در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر هم جهل و زور است گفتن. این جهل به مذهب سلف صالح است و این باطل کردن عقیده کفر بالطاغوت است. خیلی که خالد بن المرزل میگه در کشف شبهات نظر کنید که میگن هذا القول لم يقل به احد من السلف، این سخن رو یگون نفر از سلف نگفتند. و فيه ابطال لعقیده الكفر بالطاغوت، و این باطل کننده عقیده کفر بالطاغوت است. میگن کفر فعل دون فاعله، يعني التكفير مطلق والتكفير تعيين جدو كردن. ولو كان الكفر فيه يتعلق بالفعل والشرك والمعبود والجماد دون فاعله لفسدت الحقيقة. اگر تکفیر فقط همون فعل بمیشد و همون شرک بمیشد یا که عموم گفته میشد و آدم معین گفته نمیشد، پس حقیقت کفر بالطاغوت باطل میشد، حقیقت کفر بالطاغوت به وجود نمیاد و از کفر بالطاغوت اصلا فایده به وجود نمیاد. و هذا مخالف لدین النبی صلی الله علیه و سلم، و این مخالف به دین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. والذی ما عودی الا بعد تکفیره الكفار والبراءة منهم بعد ان قال یا ایها الكافر قل یا ایها الكافرون. این مخالف به دین پیامبر است، همون دینی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این که گفتند که ای کافرها گفتند، ای مشرکا گفتند، بعد از تکفیر کردنشون بعد از این دشمنی به وجود آمد. بله دشمنی بعد از تکفیر به وجود آمد. الله امر کرد پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را که ای محمد برو بگو که شما کافر هستید. قل یا ایها الکافرون، قل یا ایها الکافرون. پیامبرم برآمدن گفتن که ای کافرها گفتن، در حالتی که مشرکای قریش خود را چی میدونستند؟ مشرک نمیدونستند، خود را در ملت ابراهیم میدونستند، یعنی خود را در اسلام میدونستند. اسلامی که به معنای که من شما میگویم نه، یعنی در راه حق میدونستند، خود را در ملت ابراهیم میدونستند. نکاح میکردند، طلاق داشتند، ختنه میکردند، طواف در گرد قبر میکردند، صدقه میکردند، کارهای خیر انجام میدادند. مثل که امروزه مسلمان ها نکاح دارند، صدقه دارند، طلاقشون مثل طلاق امروز کسایی که شرک اکبر میکنند، ببینید نکاحشون مثل نکاح اسلامی است، طلاقشون طلاق است مثل یعنی اسلامی، صدقه میکنند، خیر و سخاوت میکنند، حج میروند، خودشون امت محمد میگن، قبر عبادت میکنند. مشرکای زمانه پیامبر صلی الله علیه و آله همچنین بودند، ختنه میکردند، مردها خودشون ختنه میکردند، نکاح میکردند، طلاق داشتند، همشون در ملت ابراهیم بود در این مسئله. اما در مسئله شرک مشرک شدگی بودند. اولین کسی که اینها مشرک کرد عمرو بن لحی بود، خزاعی که عمرو بن لحی بت آورده پیدا میکند، اینها بود پرست میشن، قبر پرست میشن و بالاخره به شرک‌های گوناگون واقع میشن، سخت‌تر و وزنین‌تر، لیکن اصلشون همین بود. پیامبر صلی الله علیه و آله نگفتند که شما در ملت ابراهیم هستید، من شما به حجت میرسونم بعد از این تکفیر میکنم، شما ملت ابراهیم اند جاهل هستید. نگفتند، شما کافر هستید، تمام شما کافر هستید. زیرا که دینی همه پیامبران یک دین است. کسی که میگوید که در شرک اکبر عذر جهل است میگوید، این سخنش و مجبور میکند که باید مشرکایی که خودش ملت ابراهیم به نسبت میداد، مشرکایی که خودش به عیسی نسبت میداد، مشرکایی که خودش به ابراهیم و به نوح نسبت میداد، باید جهل عذر باشد. زیرا که عقیده همه پیامبران یک عقیده است، عقیده همه پیامبران توحید است. اصل این دنیا توحید بود در اول، جهل بعد به وجود آمد. هر یک پیامبری که اومدند امت پیامبری گذشته، امت یک برادری پیش از خودشون گذشته رو تکفیر کردند. همه پیامبران پیامبر محمد صلی الله علیه و آله میگن الانبیاء واحد و دینهم الانبیاء اخوه و دینهم واحد. پیامبران همه برادری همدیگرند، دین اونها یک دین است، یک دین است. چه دین؟ دینی توحید. از نظر عقیده یک تو پرستی یک دین است، نه از نظر احکام و چگونه عبادت کردن و فروعات، بلکه از نظر یک تو پرستی، از نظر کفر بالطاغوت، از نظر ترک توحید، بگویم ترک شرک و تکفیر مشرکین. دینی آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، همه این دین ها، عیسی، موسی و محمد صلی الله علیه و آله یک دین است. اما این مشرکایی که در عالم هست همه‌شون پیروانی کی بودن؟ یکی از این پیروان پیامبر بودن. مشرکای قریش خودشون را امت ابراهیم میدونستند.
پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده به اونها عذر ندادن که بله شما در دینی یک همون دینی ابراهیم هستید، دین ابراهیم هم مثل دین من توحید است، لیکن شما جاهل هستید، نفهمیدید، برای همین من شما را تکفیر نمیکنم، اول حجت میرسونم بعد تکفیر میکنم. این خیلی گپ نبود، یک بار تکفیر کرد. الله سبحانه و تعالی هم یک بار تکفیر کرد در قرآن. همون کسایی که خودش به دین ابراهیم نسبت میدادن الله یک بار تکفیر کرد، الله اونها به عذر نداد. از همین جهت علما میگن که فرق گذاشتن بین مشرکین و بین مشرکینی که ملت ابراهیم بود و بین مشرکینی که امت محمد است، این یک جهالت است، این جایز نیست. بارک الله فیکم. پس امام محمد ابن عبدالوهاب ذکر میکنند و این سخن در کتاب الدرر الثانیه فی العجة النجدیه مجله 10 صفحه 60 ذکر شده است که میگن وهل قال واحد من العلماء في هذه المكفرات وأسباب الردة إن هؤلاء يكفر أنواعهم ولا يكفر أعيانهم؟ آیا یگان نفر از علمای سلف یا علمای اهل سنت در این مکفرات های ظاهر مثل شرک اکبر و کفر اکبر یا اسباب های ظاهر ردة گفتند که نوعشان تکفیر کرده می شود، نوعا کافر می شوند اما عینا تکفیر و کافر نمی شوند؟ نه، این استفهام اینکاری است. یگان نفر علمای اهل سنت و الجماعت در تکفیر کردنی های علمای سلف و در تکفیر علمای اهل سنت این چنین نگفتند و این سخن را محمد ابن عبدالوهاب درباره تکفیر دولت عبیدیه فاطمه مصر میکند. وقتی که میگویند یعنی علما این دولت را یک دولت فاطمیه و یک دولت عبیدیه که در مصر و در افریقا وجود داشت، علما همه تکفیر کردند، گفتند که این دولت کافر است و کسایی که در همین دولت هست و در همین منهج شرکی هست غیر الله را عبادت میکرد همهش کافر است. هم کفار گفتند، آنها کافر است. این تکفیر مطلق است. محمد ابن عبدالوهاب میگن که آیا یگان نفر از علما گفتند که این تکفیر مطلق است، آدم‌های معین به داخل نمی‌شود؟ گفتند نه، نگفتند. زیرا که در نزد سلف این امت و در نزد علمای اهل سنت و جماعت در مسائل شرک اکبر و کفر اکبر مکفراتی که ظاهر است، وقتی که میگویند که کسی که شرک اکبر میکند کافر میشود میگویند، یا کسی که شرک اکبر کند کافر است میگویند، این هم عموم و هم عین به دلالت میکند. و در این مسئله علی بن خزیر الخزیر سخن کردند و ابو سلمان السومالی یک کتاب عجیبی را نوشتند و این منهج اهل سنت و جماعت است. پس این دلالت میکند که مبشر مسلمیان منهجی کی رو گرفته است؟ منهج مرجئه رو. در باب تکفیر منهج مرجئه است و هر کسی که بین بگویم کفر تکفیر عموم و تکفیر عین جدا بکند در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر، البته که این در مذهب مرجئه است، البته که در مذهب مرجئه است و سخنش باطل است. بلکه در مسائل خفی، بار دیگر میگیم در مسائل خفی و فروعات این تفریق وجود دارد و این فرق گذاشتن وجود دارد. تکفیر عموم کرده می شود اما یک آدم معینه در مسائل خفی و عموم یک بار کرده نمی شود بعد از شروط تکفیر، موانع تکفیر. اما در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر البته وقتی که علما عموم گفتند که کسی که شرک اکبر رو کند کافر است، پس هر کسی که رو میکند بالعموم کافر است. یک عین تکفیر کرده می شود. ما از کجای سخن رو میگیم؟ بیایید بار دیگر سخن علما رو در مسئله تکفیر عین گپ بزنیم. ما در حلقه گذشته سخنی که رو گفتیم محمد ابن بگیم امام البربهاری وفات کننده 329 هجری رو ذکر کردیم. امام بربهاری میگن که ما یک آدمی مسلمانی که بیت سخنشون رو عربیش رو خونم برای اون که مرجئه ها باور نمیکنند، نظر بکنید به کتاب شرح السنه صفحه 81 ولا يخرج احد من هذه القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالإسلام لا بالحقيقة. این بربهاری یکی از علمای متقدمین و بعض از علمای سلف میگن، وفات کننده 329 هجری، بعد از 20 سالی امام ابن جریر تبری یا بعد از 19 سالی ابن جریر تبری وفات کردند، هم عصر ابن جریر تبری.
میگن که یگان نفر از اسلام بیرون نمی شود، از اهل قبله بیرون نمی شود، یعنی کافر نمی شود، مرتد نمی شود تا همون زمانی که یک آیت رو انکار بکند یا که یک سنت صریح رو انکار بکند یا که یذبح لغیر الله، ذبح بغیر الله کند، یعنی شرک اکبر را انجام بده، او یصلی لغیر الله، یا نماز بغیر الله بکند یا دعای غیر الله رو کند، سجده بغیر الله کند، یعنی شرک اکبر رو کند. وقتی که این کارها رو کرد چی میشه؟ از اسلام بیرون می شود. حتما انا كم تكفير عين بميري موزر. فإذا فعل شيء من ذلك یک نفر وقتی که این کارو کرد، یک نفری معین وقتی که همین عمل رو انجام داد، شرک اکبر رو انجام داد یا کفر اکبر رو انجام داد، وجب عليك ان تخرجه من الاسلام، به تو واجب است که از اسلام اون خارج بکنی. و اذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم لا بالحقيقه. یعنی این اگر این کفر شرک اکبر رو نکند، این مسلمان است اگر اسلام رو ظاهر بکند. بارک الله فیکم. این مسئله شوخی نیست. شیخ ابابطین رحمه الله میگن که فمن قال إن من أتى بالشهادتين وصلى لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله. هر کسی بگوید که یک انسانی که شهادتین رو بگوید، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله رو بگوید و نماز خواند، تکفیر کردن این انسان جایز نیست اگر چه عبادت غیر الله رو بکند. اگر کسی همین سخن رو بگوید چی میشه؟ کافر و من شک فی کفره کافر. این کافر است، این کافر بودنش به کسی شک نکنه کافر است. لأن قائل هذا القول مكذب لله ولرسوله. زیرا که کسی که همین سخن رو میگه الله و رسول رو تکذیب کرده است. میگه مجموعه الرسائل مجله یکم صفحه 660. یعنی مسئله بینات خطرناک است و در مسئله عین اومده است. و در جای دیگر شیخ محمد بن عبدالوهاب میگویند خیلی که در الدرر السنیه فی ادویه المجنیه اومده است، مجله دهم صفحه 53: لا يصح دين الاسلام الا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم. دین اسلام صحیح نمیشود تو براءت نکنید از همون انسان ها و تکفیر کردن اونها و اینها رو تکفیر بکنید. تکفیر معین مسئله واضح است. رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی که صحبی شده است، تکفیر معین کردند و قتل کردند به حکم ردت. خیلی که روایت امر النبی صلی الله علیه و سلم بقتل بعض الذين كانوا من اصحابه لم ارتدوا. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردند به قتل بعضی از انسان هایی که بر ردت واقع بودند. یعنی این حکم ردت و حکم تکفیر معین وجود دارد. و بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابگان تکفیر کردند. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به یک مسجد به کوفه داخل شدند. خیلی که این روایت رو سنن و مسند روایت میکنند که در همین مسجد یک نفر گفته شده است که مسیلمه کذاب هم خوب است. در درون مسجد انسان ها بسیار است. عبدالله ابن مسعود همه در همون مسجد نشسته رو تکفیر کردند، گفتند کلهم کفار بعین. و علما میگن که این تکفیر هم عین به داخل شد. وقتی که صحابگان بالعموم تکفیر کردن یک جماعت معین رو، همش رو تکفیر کردن و دیگر به همون جماعت به همون مسجد نرفتن. سبحان الله. و این چیز وجود دارد. بارک الله فیکم. و کسایی که میگن که نه اول حجت رسونیده بعد تکفیر کرده میشد، مخالفی منهج اهل سنت و الجماعت هستند. خیلی که شیخ ابوبطین رحمه الله ذکر میکنند که هر کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شد، این مشرک است پیش از حجت رسونیدن، قبل قیام الحجه. کافر مشرک قبل قیام الحجه و بعد قیام الحجه. پیش از حجت رسیدن و بعد از حجت رسیدن هم این مشرک است. و مشرک عین است، تکفیر عین است. شیخ ابن باز و عفیفی سوال کرده شدند که اگر یک نفر یک کسی دیگر رو در شرک اکبر و کفر اکبر بیند، تکفیر کردنش جایز است یا نیست؟ گفتم بله، هر کسی که در شرک اکبر و کفر اکبر واقع می شود و این در نزد تو ثابت می شود،
وجب علیک، به تو واجب است که این از اسلام خارجش بکنی. و وجب لولی الامر ان یطبق حکم الرده، و برای ولی الامر پادشاه واجب است که حکم رده را بر بالای این آدم چی کند؟ صادر بکند. و هر کسی که ثابت شود در نزدش که یک آدم مشرک است، کافر است، دید دانست فهمید نکند، خودش مشرک میشود. و اگر جاهل باشد حجت رسانیده میشود. و این سخنی ابن باز و سخنی التمیمی، بگویم ابن عفیف، معروف است. بارک الله فیکم. و ابو بوتین رو هم ذکر کردیم. پس بارک الله فیکم، در این مسئله چیزهایی که مبشر مسلمیان گفته است، این شبهات مرجئه ها و جهمیه است. این شبهات است، یگون چیز دیگری نیست. زیرا وقتی که در شرک اکبر و کفر اکبر سلف این امت تکفیر میکردند بالعموم در یگون مسائل شرک اکبر و کفر اکبر، این چنین یک آدم خسران تکفیر میکردند. مثلا سلف این امت بالعموم گفتند که هر کسی که کلام الله را مخلوق گفت کافر است. مثلا سفیان ابن عیینه وفات کننده 198 هجری میگن من قال القرآن کلام الله هو من قال القرآن کلام الله هو مخلوق فهو کافر و من شک فی کفر فهو کافر مطلق. هر کسی که بگوید که کلام الله قرآن مخلوق است این کافر است، و هر کسی که شک کند در حق این کافر است. این کلامش مطلق است. و این چنین یک آدم معین رو بعد از این تکفیر کرد در همین مسئله، و مانند جهم ابن صفوان و مانند بشر المریسی علما تکفیر کردند. و عبدالله ابن احمد ابن حنبل رحمه الله در کتاب شرح السنه ذکر میکنند که سألت ابی، من پدرم رو پرسیدم، ان مأمون، از خود مأمون، گفتن که فهو کافر، مأمون کافر است گفتن. و یک آدم معین رو باز عبدالله ابن احمد ابن حنبل میگن که من یک آدم معینی که قرآن رو مخلوق میگه پرسیدم، گفتن که هو کافر، این کافر است گفتن. کسی که میفهمد و میداند و بعد از این دانستن قرآن رو مخلوق است کافر است گفتن. چخیلی که این سخن رو ابو زرعة الرازی وفات کننده 264 هجری گفتند. مقصد از این روایت ها چی است؟ گرچنده که علمای سلف عموما گفته باشند هم این به عین دلالت میکنه چخیلی که از دیگر سخنانشان است. و این منهج اهل سنت است. و این تفریقی که مبشر مسلمیان کرد این تفریقی اهل سنت و الجماعت نیست. مثلا خود مبشر مسلمیان گفته شده است که کسی که الله و رسول رو دشنام دهد کافر است. همین سخن هم مطلق از علما روایت شده است، عیناً کافر است گفته شده است مبشر مسلمیان. لیکن این سخن رو مثلا امام ابن سحنون میگن که اجمع العلماء علی شاتم الرسول کافر مطلق. علما اجماع کردند که دشنام دهنده رسول الله کافر است. یک آدم معین رو مطلق گفته است، لیکن این مطلق همین است که هر کسی که این کار کرد عیناً تکفیر است. و من شک فی کفره کفر، هر کسی که شک کند در کافر بودن دشنام دهنده رسول الله کافر است. خیلی که در سنن رسول مجله دوم صفحه 15 آمده است. و این منهج سلف این امت بود که بین در مسائل کفر اکبر و شرک اکبر بین مطلق و معین هیچ تفریقی نداشتند و میگفتند هر وقتی که تکفیر مطلق کردن این معین بود. بارک الله فیکم. و در همین جهت شیخ ابو بوتین بیان کردند بدون قائم کردن حجت وقتی که یک کسی به شرک اکبر و کفر اکبر واقع میشد مشرک است. بارک الله فیکم. پس با همین به شما بیان گشت که فرق گذاشتن در تکفیری مطلق و معین در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر این مذهبی اهل سنت و الجماعت نیست، این مذهبی مرجئه ها هست، بلکه حق این مذهبی سلف این امت است که وقتی که حکم مطلق آمده باشد هم در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر این حکم به عین است و واجب است که شما وقتی که یک کسی رو میبینید که کفر اکبر و شرک اکبر رو انجام داده است تکفیرش بکنید. کسی که تکفیر نمی کند عذر المشرک است. اگر جاهلانه باشد، یک آدمی که عالم طالب نباشد، یک جاهل باشد، به او حجت رسانده میشد. اما عالم و طالب علمی که
حجت‌های اهل سنت رو می‌بیند و بعد از این باز همون مذهب ارجاء رو اختیار میکند و توبه نمیکند، این سبحان الله حکمش واضح و بینویت خطری بزرگ دارد. شیخ سلیمان ابن عبدالله در کتاب تیسیر العزیز الحمید میگن که من لم يكفر المشركين المنتسبين القبوريين او شك في كفرهم بینت له الادله القرآن و سنه. هر کسی که تکفیر نکند مشرک هایی که خودش رو به اسلام نسبت میدهد یا قبوری هایی که خود رو به اسلام نسبت میدهد اینها رو تکفیر نکند، به این چنین انسانی که تکفیر نمیکند بینه بیان کرده میشد دلیل قرآن و سنت، و بعد از این اگر دلیل قرآن و سنت رو گرفته تکفیر نکند میگن تکفیر خودش کرده میشود، اگرچه دلیل قرآن و سنت رو فهمد یا نفهمد، در هر دو حالت. بارك الله فيكم و حياكم الله بياكم. پس یک دو سخنهای واضحی علمای اهل سنت و جماعت رو در این باب ذکر میکنیم که علمای اهل سنت و جماعت در مسئله شرک اکبر هر کسی که واقع می شود عموم هم تکفیر میکردند هم به عین تکفیر میکردند. مثلا نظر بکنید به کتاب تحفة الاخوان صفحه 37 ابن باز چی میگند؟ من عرف بدعاء الاموات والاستغاثة بهم، هر کسی که شناخته شود به دعا کردن مرده ها و استغاثه کردن از آنها، نظر کردن به آنها، یعنی هر کسی شناخته شود که او مشرک است، شرک انجام داده است و غیر الله را عبادت کرده و عبادت را به غیر الله انجام داده است، هر کسی را همچنین شناسید بدانید که فهو مشرک، او مشرک است. فهو عیناً سخن درباره عین رفته است، این آدم این آدم معین مشرک است. کافر فهو مشرک کافر، همون آدم معین مشرک است و کافر است. نگفته شدند که عبادت کردن غیر الله این شرک است، کسی که غیر الله عبادت میکنند این همه انسان‌ها کافرند، اما نه، یک آدم معینی که فهمیده شود شناخته شود که عبادت رو یا یگان نمود عبادت رو به غیر الله انجام میدهد، انا من آدم معین مشرک است و کافر است. دوامش با برای انیق شدن معین لا تجوز مناکحته، نکاح کردن به این دختر دادن یا این نکاح کردن جایز نیست. ولا دخوله لمسجد الحرام، و داخل شدن به مسجد حرام هم حرام است، یعنی به مکه. ولا معاملته معاملت المسلمین ولو ادعى الجهل، و به این مثل مسلمان ها معامله کردن حرام است، جایز نیست، اگرچه دعوای جهل کند، اگرچه این آدم ها خودشون جاهل گویند یا اگرچه اینا جاهل باشند هم به سبب جهل شرک رو کرده باشند هم اینا مشرکند. اینها بارك الله فيكم مشركانت. ولا يلتفت إلى كونهم جهالا بل يجب أن يعاملوا معاملة الكفار حتى يتوبوا. به اینها به جانب جهلشون نگاه کرده نمی شود، جاهل باشند بگذار باشند، و به شما واجب است که به اینها معامله کنید معامله مثل معامله کفار تا اینکه توبه کنند. این است سخن علمای اهل سنت و جماعت در مسئله تکفیر مشرک که معین و مطلق در مسئله تکفیر کفر اکبر و شرک اکبر نمی کردند. سبحان الله. پس ابو بطین رحمه الله شیخ الاسلام ابن تیمیه روایت میکنند که جزم ابن تیمیه به تکفیر من فعل الشرك ولم يستثني الجاهل. ابن تیمیه به تکفیر کردن یک شخص معین جاهل جزم کردند و جاهل رو استثنا نکردند، جهل رو آدم جاهل رو استثنا نکردند. بارك الله فيك. شيخ عبد الله أبا بطين في الانتصار ذكر میکنند که انتصار لحزب الله الموحدین که این کتاب رو با کی رد زده بودند. این کتاب بیناد قوی هست که رد زدند در نوشتن این کتاب. با مقصد این کتاب رو نوشتند که همون کسایی که مشرک رو به جهل عذر میداد یا که تکفیر مطلق کرده میشود و معین کرده نمیشود میگفت، به اونها رد زدند و یک کتاب نوشتند و در همونجا ذکر کردند که وقد ذكر العلماء من اهل كل مذهب اشیاء كثيره.
لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها ولم يقيد ذلك بالمعاند والمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالفا للكتاب والسنة والإجماع بلا شك. علماء در بگویم همه مذهب‌هایی که هستند 4 مذهب در مسئله این بینویت سخنهای زیادی رو ذکر کردن، بینویت چیزهای زیادی رو از سخنها، از فعلها، از اعتقادهای کفری ذکر کردن و بعد از این بیان کردن که هر کسی که به همین واقع شود کافر است، مشرک است و یگان قید نگذاشتند. ولم يقيد ذلك بالمعاند والمدعي. نگفتند که فقط عالم باشد، فقط داننده باشد و فهمیده کند بعد مشرک میشد، نه، بلکه جاهل باشد. از همین جهت گفتند هر کسی که فالمدعی، هر کسی که دعوا میکند که ان مرتکب الكفر، مرتکب شونده به کفر، یعنی واقع شونده به کفر اکبر و شرک اکبر، متعولا در حالت تعویل کردن یا مجتهد بودن یا خطا کردن، مخطئ یا مقلد یا جاهل او جاهلا معذور، همین خیلی آدمای معذور میگود، این عقیدهش میگن مخالف بر کتاب الله و سنت رسول الله و اجماع است، بلا شک، بدون شک. این است مذهب اهل سنت و جماعت و تکفیر عین و جدا نکردن تکفیر مطلق معین. در جای دیگر ابو بطن میگن که کل من فعل اليوم ذلك عند المشاهر فهو مشرک. هر کسی که امروز در پیش این قبرها و مزارها شرک رو انجام میده این مشرک است، مشرکون کافر، مشرک است، کافر است. هر کسی که میکنه مشرک است، کافر است. ما هم میگیم عموم هر کسی که در نزد قبر میره و شرک رو انجام میده این مشرک است و کافر است و مرتد است. عموم و همین عموم این چنین به عین اونها دخل دارد. این منهج اهل سنت و جماعت است. اینا غلط فهمیدن نه، عموم میگیم که یک آدم معین رو نمیگیم گفتن، این سخن باطل و سخن جهمی رو گفتن بدون حجت و مخالف سلف این امت کار کردن است و این سخن بدلالت الكتاب والسنه والاجماع گفتن، بدلالت قرآن و سنت و اجماع است. و نحن نعلم ان من فعل ذلك ممن ينتسب الى الاسلام انه لم يوقعهم في ذلك الا الجهل. شیخ ابو بطن رحمه الله میگن که و ما میدونیم که هر کسی که خودش رو به اسلام نسبت میدهد، یعنی خودش مسلمان میگوید و شرک اکبر و کفر اکبر رو انجام میدهد، یعنی این مزار پرستی میکند، ما میدونیم که به سبب جهل این کار رو کرده شده است. فلو علموا ان ذلك من الشرك لم يقدموا عليه. اگر این آدم ها جاهل نمیبودند و میدونستند که این عملشون شرک است، هیچگاه این عمل رو انجام نمیدادند. یعنی همه این مشرکایی که ما مشرک میگیم و مرتد میگیم بالعموم و بالعین، ما میدونیم که اینها جاهلن میگن، زیرا که فقط جاهل شرک رو میکند. آدم عادی که علم دارد، آدم عالم، کسی که میفهمد نمیکند. اما ما تکفیر میکنیم. فکفرهم جمیع العلماء. این چنین انسان‌هایی که مزار پرست هستند اینها رو همه علما تکفیر کردند. ولم یعذروهم بالجهل. به جهل عذر ندادند یا نگفتند که این مطلق مقید. كما يقول بعض الضالين ان هؤلاء معذورون لانهم جهال. خیلی که بعضی از گمراه‌ها میگوید که اینها معذور هستند زیرا که اینها جهال هستند یا که اینها معذور هستند زیرا که سلف این امت تکفیری مطلق کردن معین نکردند. این سخن شیخ در کتاب الدرر السنیه فی الاجوبه النجدیه مجله 10 صفحه 405 وجود دارد. بارک الله فیکم. و سخن ابن عقیل معروف است. هر کسی که شرک اکبر و کفر اکبر کند این چی است؟ کفر است. و این است خطایی این مرجعه ها که تکفیر مشرک رو از همه جانب میگذارند و این یک شبهه مرجعه ها بود که میگن که ما تکفیر مطلق میکنیم، تکفیر معین میکنیم. با همین این سخن رو به پایان میرسونیم و بعد از این باذن الله سبحانه و تعالی با مسئله دیگر میگذاریم. انشاءالله در جوابی بگیم چهارم، این جواب سوم بود، در جواب چهارم با دیگر مسائل انشاءالله میگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.